بسم الله الرحمن الرحیم. بارها از طرف کسانی که با واکسن تب برفکی پسوک کار میکنن با این موضوع مواجه شده ایم که عنوان میکنن تزریق این واکسن به سختی انجام میگیره و عملاً مشکل ساز هست برای کسانی که اقدام به تزریق این واکسن میکنن. واکسن روغنی هست، شکی درش نیست. امروز در گاوداری آقای زندیه هستیم که به صورت نمایشی برای شما علت تزریق شدن مشکل این واکسن رو مطرح کنیم و بگیم چرا و چرا امکان داره این موضوع مشکل برای همکاران واکسیناتور ما به وجود بیاره. ابتداعاً موضوع واکسن و اینکه در چه مرحله‌ای باید تزریق بشه مورد بحث قرار میدیم و اون این که به طور کلی واکسن ها در زنجیره سرد نگهداری میشن از لحظه ای که حالا تولید میشه تا لحظه ای که میخوان مورد استفاده قرار بدن. اما واکسن رو باید قبل از تزریق گرم کرد. اگر واکسن قبل از تزریق گرم نشه و به هوای مناسب به درجه حرارت مناسب نرسه مشکلاتی رو به وجود میاره. از جمله این مشکلات تزریق مشکله. به هر حال واکسن روغنی است. موقعی که در سرما قرار میگیره یک مقداری سفت میشه و موقعی که اون حالت سفتی رو به خودش گرفت عملاً تزریقش با مشکل روبرو میشه. دوم این که در کجای دنیا قرار هست که واکسن سرد رو تزریق کنن. واکسن باید قبل از تزریق چند ساعتی در محیط قرار بگیره تا درجه حرارتش به درجه حرارت بدن دام یا درجه حرارت محیط نزدیک بشه و سپس تزریق بشه به دلایل منطقی علمی. چرا؟ چون اگر واکسن به صورت سرد تزریق بشه در زیر پوست که وارد میشه باعث میشه که منطقه تزریق اتوماتیک سرد بشه. موقعی که منطقه تزریق سرد شد عملا جریان خون در اون منطقه با کاهش روبرو میشه، باعث میشه که دسترسی عواملی که آنتیژن رو جذب میکنن به واکسن کم بشه. بنابراین در جذب واکسن تأخیر ایجاد میشه. تأخیر در جذب واکسن موجبات واکنش سیستم ایمنی رو به دنبال داره که اون رو به عنوان یک جسم خارجی میشناسه و اطرافش رو شروع میکنه به ترشح کردن مسل و مسلا همونطور که میدونید هیستامین ریلیز خواهند داشت و هیستامین ریلیز باعث مشکلات بعدی خواهد شد که از جمله میتواند همون موردی باشد که به صورت یک نادول یا به صورت یک تورم در ناحیه دیده بشه یا حتی ممکنه در بعضی از حیوانات که تحمل واکسیناسیون رو ندارن به عبارتی به شوک منجر بشه. این به دلیل مشکل واکسن نیست بلکه به دلیل این هست که واکسن در شرایط مطلوب تزریق نشده. بنابراین امروز اینجا هستیم که نشون بدیم به شما فرق واکسنی که در درجه حرارت مطلوب میرسه و واکسنی که در وضعیت سرد تزریق میشه. اینه که با اجازه شما با این واکسن با این سرنگ اتوماتیک که در اختیارمون هست به سراغ دام ها خواهیم رفت. در ابتدا واکسن سرد رو نشونتون میدیم که با مشکل تزریق میشه و بعد از اینکه واکسن رو به درجه حرارت مطلوب رسوندیم بعد تزریقش میکنیم و خواهید دید که به چه راحتی و چقدر خوب با تحمل زیاد دام این تزریق خواهد شد و هیچ گونه مشکلی هم به وجود نخواهد آورد. خب شروع میکنیم. ابتدا قبل از اینکه تزریق رو انجام بدیم یه سری چیزهای بدیهی رو من خدمتتون عرض بکنم. اما این سرنگ اتوماتیکه. سرنگ اتوماتیک قبل از هر تزریقی، قبل از اینکه وارد هر دامداری بشه باید استریل بشه. خب این واکسن این سرنگ استریل شده کاملا. اما یک قسمتی هم هست از این سرنگ که اون سوزنی است که وارد اون بطری در حقیقت واکسن میشه. علی‌رغم که این قسمت هم باید استریل بشه ولی قبل از تزریق حتما
باید با محلول الکل ضد عفونی بشه، کامل تمیز بشه و بعد وارد اون بطری واکسن بشه. چرا؟ چون که شما موقع این رو بیرون میارید در محیط و دست میزنید برای اینکه وارد بکنید، ممکنه عامل عفونی وارد بشه، ممکنه که ویروس ها، میکروب ها، قارچ ها یا هر عامل دیگری به این بچسبه و وارد بشه و شما توسط همین سرنگ حیوان رو بیمار کنید. این چیز بدیهیه و همه همکاران واکسیناتور ما میدونن این موضوع رو. من فقط جهت تأکید این موضوع رو یادآوری کردم که انشاءالله مورد توجه همه قرار بگیره. ممنون و متشکرم. اینجا هستیم در خدمت آقای دکتر اسدی‌راد که این دمونستریشن رو در حقیقت به شما نشون خواهند داد در فضای دامداری و اینکه چطور باید این وضعیت رو انجام بدیم. خب همونطور که مشاهده میکنید بطری واکسن داخل یونولیت هست که زنجیره سردش رعایت بشه. بطری رو خارج میکنیم و سرنگ اتوماتیکمون رو که همه قسمتاشو استریل کردیم وارد بطری واکسن میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید این واکسن الان سرد هستش و اون حالت سفتی رو به خودش گرفته به واسطه اینکه واکسن روغنی هستش و موقع تزریق یه مقدار حالت سفت به خودش داره، یعنی توی دفعات زیاد که واکسیناتور میخواد اینو تزریق بکنه ممکنه یه سختی براش داشته باشه. حالا این واکسن رو ما 3 تا 4 ساعت تو دمای محیط قرار میدیم و وقتی که واکسن با دمای محیط همدما شد اینو مجدداً تزریقش رو نشون میدیم که چقدر راحت تر هستش. الان 3 تا 4 ساعت واکسن رو در دمای محیط قرار دادیم و به دمای محیط رسیده. همونطور که ملاحظه میکنید به راحتی این واکسن تزریق میشه و خیلی مایع واکسن راحت داخل بدن حیوان به صورت زیر پوست تزریق میشه که الان خدمتتون نشون. خب همونطور که ملاحظه میکنین واکسن ما 3 تا 4 ساعت تو دمای محیط قرار گرفت و همدما شد و الان به راحتی تزریق میشه و ما تو ناحیه گردن به صورت زیرپوستی تزریق رو انجام میدیم. پوست رو با دستمون پانچ میکنیم و سرنگ رو به صورت 45 درجه طوری که سر تیز سرنگ به سمت پوست باشه وارد زیر پوست میکنیم و تزریق رو انجام میدیم. در ناحیه تزریق باید یه برآمدگی ایجاد بشه و اونو با دست میتونیم یه ماساژ بدیم که سرنگ کامل که محلول واکسن کامل پخش بشه. دوستان توجه بفرمایند حتما در زمان تزریق اپینفرین همراهتون باشه و بعد از پایان واکسیناسیون تو گله حتما نیم ساعت باید حضور داشته باشین تا در صورت بروز واکنش ها یا عوارض ناخواسته بتونین کمک های اولیه رو به حیوان برسونین و این کارها باید حتما در حضور دامپزشک باشه و اگر هم دامپزشک در زمان واکسیناسیون نبود و عوارض ناخواسته به وجود اومد حتما از دامپزشک کمک بخواید و با تزریق اپینفرین شما میتونین به دام کمک بکنین و داروهای دیگه افیکیسی موثری ندارن و ممکنه که اون تاثیر و نتیجه بخشی مطلوبی که ما با اپینفرین میگیریم از داروهای دیگه نداشته باشیم.